شخصی سوال فرموده که سلام علیکم، سوال بنده از شما این است که اگر شخصی به دخترش دست بزند، حالا چه نیتی داشته باشه توضیح ندادن، نوشته اگر شخصی به دخترش دست بزند حکمش چیست و آیا مشکلی در نگاه زن و شوهر پیش می آید؟ ببینید حالا ایشون توضیح نداده که مراد از دست زدن چیه، ولی شاید که اشاره داره این مسئله به اینکه حالا به صورت یا به هر حال به روش شهوانی دست زده و دخترش اگر نعوذ بالله فردی با دختر خودش عمل منافی فتح رو انجام بده یا بدون اینکه حائلی وجود داشته باشه مستقیما از دختر خودش در واقع لذت شهوانی ببره، حالا لمس به شهوت یا به نحوی که تحریکات شهوانی بشه. البته این موضوعات همونطور که پیداست یک موضوع بسیار ظریف و در این حال مربوط به حلال و حرامه. باید این موضوع رو مستقیما از کارشناسان فقهی، از اهل علم، از مراکز افتاء برن بپرسن و از نزدیک جواب خودشون رو بشنون. ولی در این حال اگر کسی با دختر خودش مرتکب عمل منافی فتح بشه یا در اثر تحریکات شهوانی یک لذتی، البته با یک شکل خاصی که بدون حائل، بدون اینکه لباسی باشه، دختر خودش رو در آغوش بگیره، لمس کنه به شهوت، به حدی که حالا لذت شهوانی از دخترش ببره، خب اینجا همسر او برای او حرام خواهد شد و باید که از همسر خودش متارکه کنه. اما عرض کردم این موضوع چون از موضوعات بسیار خاص و در این حال از ظرافت خاصی برخوردار هست و نیازمند کارشناسی هست و نیازمند دقت بر مسئله هست، باید که حضوراً از مراکز افتاء و از علمایی که دسترسی دارن این مسئله رو بپرسن و تنها به این جوابی که اینجا داده شد قضاوت نکنن، پیش بینی نکنن و برای خودشون مسئله ایجاد نکنن.